سلام. اگر قصد خرید فروش ملک و یا سرمایه گذاری در اون در سال 2026 رو دارید، منطقه مورد هدفتون استان آنتاریوی کانادا هست، منطقه یورک ریجن، شهرهای ریچموند هیل، مارکام، وان، آرورا و نیومارکت هست. لطفاً این ویدیو 15 دقیقه رو تا آخر ببینید. من علیرضا نیاکانی هستم، مشاور املاک مسکونی و تجاری در تورنتو کانادا. امروز میخوام با شما بازار و فعالیت‌های مسکن رو در سالهای گذشته مخصوصا 2025 با شما بررسی کنم، ازش درس یاد بگیریم و چگونه میتونیم از این درس‌ها در سال 2026 ازش استفاده کنیم. اگر ویدیو رو دوست داشتید لایک فراموش نشه. اینستاگرام منو فالو کنید، ویدیوهای مرتبط زیادی میبینید توش. و اینکه اگر سودمند بود با دوستانتون لطفاً به اشتراک بذارید، اونایی که 2026 مد نظرتون. اولین نمودار اکتیو لیستینگ هست در منطقه یورک ریجن، بدون اشاره به اینکه چه نوع خونه‌ای داریم در موردش صحبت می‌کنیم. در این قسمت شما این ردیف ماه‌ها رو می‌بینید، اینجا تعداد لیستینگ ها رو می‌بینید که در سال 2026 لیستینگ ها افزایش پیدا کرده. سال به سال این تعداد لیستینگ ها 37.3% افزایش پیدا کرده نسبت به 2024 19.5، نسبت به 2020 84.6% که بازار داغی هست که هیچ کدومون فراموش نمی‌کنیم. افزایش داشته لیستینگ ها. این مقدار لیستینگ ها، تعداد لیستینگ هایی که ترمینیت شده، مثلا می‌بینید در ماه جون برای سال 2025 هولوش 17,000 لیستینگ ها در واقع ترمینیت شده. سال به سال هولوش 34.1% ترمینیت شده نسبت به سال 2024 19.5، نسبت به سال 2020 115.14%. این نمودار تعداد سیلز ها رو نشون میده که ملاحظه می‌فرمایید این مال 2025 هست. این 2025 هولوش تعداد سیلز ها در بالاترین حالت در اکتبر رسید به هولوش 1100-1200 تا که کم بوده. سال به سال حدود 2.1% تعداد سیلز ها اومده پایین‌تر، نسبت به سال گذشته 17% کاهش پیدا کرده، نسبت به سال 2020 44.8%. این نمودار حجم فروش ما رو نشون میده که ملاحظه میفهمه 2020 اینجاست، 2024 اینجاست و این 2025 چقدر پایین‌تر اومده حجم فروش ما نسبت به سال 2024. حجم فروش 18.4% کاهش پیدا کرده، نسبت به سال 2020 35.6%. این یکی نموداری هست که چقدر ما ارزش گذاری کردیم. ببینید ارزش گذاری خونه‌مون در سال 2025 خیلی پایین تر اومده دیگه. ما میدونیم که مثلا فرض کنید خونه‌ای که ما میتونستیم پارسال 2 میلیون ارزش گذاری کنیم، یه خونه دیتاچ رو امسال 1,800 داریم ارزش گذاری میکنیم. نسبت به 2024 3.7%، نسبت به 2020 19.1%. نسبت سیلز هایی که حدوداً همون مقدار فروش رفته بیش از در واقع 6% نبوده. میبینید ماکسیموم 6% بوده ما که همونطور قیمت گذاری کردیم و همونطور هم فروختیم. در واقع به طور کلی 16.1% قیمت ها رو آوردیم پایین تر 2024 نسبت به 2020 41.9%. این یکی نشون میده که چقدر، چه حجم، چه درصدی خونه ها پایین تر از قیمت گذاری فروش رفته. نسبت به در واقع اسلاید قبلی میبینید که بین 80 تا 90% خونه ها پایین تر از اونی که ما قیمت گذاشتیم فروش رفته. این یکی نشون میده تعداد روزهایی که تو مارکت بودیم. ببینید مال 2025 تعداد روزهایی که تو مارکت بوده از 2023 ببینید چقدر بالاتر رفته. در 2023 حدوداً به مثلا 20 روز تا 30 روز، ولی در 2025 بین 40 تا 60 روز و ما حتی میدونیم که بعضی از خونه‌ها 6-7 ماه تو مارکت بوده. برگردیم به دقیقاً سال 2025. سال 2025 جدا از اینکه در مورد چه خونه‌ای داریم بحث می‌کنیم، هولوش 30% خونه‌ها فروش رفته، هولوش 46.53% خونه‌ها ترمینیت شده. اگر این آمار رو ما برای خونه‌های دیتاچ فکر کنیم، ببینیم 30% بازم خونه هایی که لیست شده فروش رفته، 46.56% خونه ها ترمینیت شده، 14% هم اصلا فروش نرفته خونه ها.
اگر برای خونه‌های سمی دیتچ ببینید سمی دیتچ وضعیت بهتری داره، هولوش 38%، دیتچ ها 30% بود و 38% فروش رفته، 43.49% خونه ها ترمینیت شده. خونه های تاون هاوس ها 34.06% فروش رفته، به خوبی سمی دیتچ نبوده ولی بهتر از خونه های دیتچ بوده. 44.8% هم در واقع ترمینیت شده. خونه های کاندو که هممون میدونیم بازار اسلوی داشته، آرامی داشته، 29% فروش رفته، 48.92% در واقع ترمینیت شده. این نمودار نشون میده که در شهرهای مختلف و در ماههای مختلف وضعیت چجوری بوده. یعنی چی؟ چقدر اینونتوری داشتیم، چه مقدار فروش رفته، چه درصدی از لیستینگ ها فروش رفته و چه رنج قیمتی بوده که فروش رفته. ببینید به صورت کلی بدون اینکه به یک خونه خاصی ما در واقع ما اشاره کنیم، اینونتوری خونه ها در وان بالا بوده، در آرورا پایین بوده. در وان خرید فروش خوب اتفاق افتاده، اما در مارکام تعداد خونه های فروش رفته به صورت اوریج نسبت به لیستینگ ها از همه بیشتر بوده، در ریچموند هیل از همه پایین تر بوده. حدود قیمت هایی که بیش از 50% خونه هایی که خرید فروش رفته به فروش رفته بین هولوش 900 تا 1,600-700 بوده. حالا بیام اینو در مورد خونه‌های دیتچ نگاه کنیم. ببینید بازم خونه‌های دیتچ در وان می‌بینیم اینونتوری زیادی داشته، البته ریچموند هیل و مارکام هم بد نیست، اما در وان خرید فروش برای خونه‌های دیتچ از هم بالاتر بوده، آرورا پایین‌تر بوده. رنج قیمت‌هایی که دیتچ خرید فروش شده بین 1 میلیون تا 1,800-900 بوده. در مارکام ما می‌بینیم که مقدار خرید فروش‌ها بیشتر از جای دیگه بوده. این خونه‌های سمی دیتچ رو نشون میده. خونه‌های سمی دیتچ اینونتوری در وان بیشتر بوده، در مارکام تعداد خونه‌ها ببینید بیشتر از بقیه جاها بوده که فروش رفته، اما درصد خونه‌ها در وان در واقع بیشتر بوده، در ریچموند هیل پایین‌تر بوده. در منطقه برای تاون هاوس ها اینونتوری در مارکام بیشتر بوده، خرید فروش در مارکام بیشتر بوده، درصد فروش ها مارکام بیشتر بوده، رنج قیمتی بین هولوش 800 تا 1,200-300 بوده. برای کاندوها در وان میبینیم ما خرید فروش زیاد بوده، اینونتوری هم زیاد بوده، اما در مارکام تعداد کاندوهای فروش رفته نسبت به لیستینگ ها از همه بیشتر بوده، رنج قیمتی بین 450 تا 800 تا. ببینید تمام این اعدادی که گفتیم شاید خیلی سخت باشه به خاطر بذارید من براتون خلاصه کنم چه اتفاق افتاده. در منطقه آرورا در سال 2025 در واقع ما می‌بینیم دیتچ ها خیلی قدرت زیادی داشته، سلرها دوست ندارن قیمت بیارن پایین، همون قیمت نگه داشتن. اگر بایر هستید تو آرورا بهتره که دنبال کاندو و تاون هاوس برید، یا اگر دنبال خونه دیتچ هستید بجنبید و در قبل از اینترست ریت کات در واقع دنبالش برید. اگر سلر هستید سعی کنید یه قیمت خوب بذارید، مخصوصا که استیج خوب و با کوالیتی خوب وارد بازار کنید. برای خونه‌های دیتچ در آرورا اگه سلر هستید اپریل و جون، بایر هستید جنوری و مارچ، نوامبر و دسامبر. اگه تاون هاوس سمی سلر هستید می و جون، بایر هستید جولای و آگوست. اگه کاندو هستید سلر هستید اپریل، بایر هستید جنوری و مارچ دسامبر. اینا از نظر ماه چه موقع این کارو بکنید. برای منطقه نیو مارکت یک منطقه بالانسی هست، هنوز خیلی جذابه، به خاطر اینکه اگر خریدار هستید میتونید خونه با کیفیت خوب، با در واقع کوالیتی خوب، با قیمت خیلی فیر از اونجا خرید کنید. نسبت به مارکام و ریچموند بهتر هستش. اگر سلر هستید سعی کنید کوالیتی خوبی وارد بازار کنید، خوب نگهش دارید، اسپرینگ مارکت رو از دست ندید. برای نیو مارکت اگر دیتچ سلر هستید اپریل و جون بهترین موقع فروش هست، بایر هستید جنوری و مارچ، تاون هاوس سمی دیتچ می و جون هستش، بایر هستید آگوست و سپتامبر، کاندو اپریل و می و بایر هستید نوامبر و دسامبر. در واقع در منطقه ریچموند هیل پرایس ها خیلی پریمیوم هستن، یعنی مقداری به عقیده من بیشتر از قیمتی که شایستش هست قیمت گذاری میشه و بنابراین من فکر کنم کاندوها در ریچموند هیل یک چیز خوبی هست برای مخصوصا اونایی که بار اول خرید میکنن. اگر بایر هستید در واقع کاندو و تاون هاوس من میتونم بگم چیز خوبی هست. اگر هم دیتچ هستید باید صبور باشید دیگه،
چیز خوب پیدا کنید. سلر هستید باید بیشتر اون ولیوی خونه دیتچتون رو به رخ خریدار بکشید تا بتونید بفروشید. اگر قیمت خوب نذارید خیلی تعداد روزای که تو مارکت مونه زیاد میشه. اگر دیتچ در ریچموند هیل سلرها اپریل و می مد نظر قرار دادن، بایرها جنوری و مارچ، تاون هاوس سمی دیتچ می و جون، بایرها لیت سامر، کاندو مارچ و اپریل، بایرها نوامبر و دسامبر. در منطقه وان بازار خیلی شلوغی داشتیم، مخصوصا بازار کاندوها بهتر از فری هولد ها بود دیدیم تو آمارامون. و اگر بایر هستید دنبال کاندو میتونید برید، قیمت خوب پیدا کنید، قدرت نگوشیشن خوبی دارید شما. اگر سلر هستید کاندوها رو سعی کنید فلکسیبل باشید، قیمت خوب بذارید که بفروشیدش. فری هولد ها همچنان موقعیت در واقع خوبی داره. در وان اگر دیتچ خونه‌های دیتچ دارید اپریل و جون یا سپتامبر وارد بازار کنید. بایر هستید جنوری و مارچ و نوامبر دسامبر. تاون هاوس سمی دیتچ می و جون، بایر هستید آگوست و سپتامبر. کاندو اگر دارید اگر سلر هستید مارچ و اپریل، بایر هستید جولای و آگوست یا دسامبر وارد بازار بشید. برای منطقه مارکام خیلی بازار خیلی عرضه و تقاضای مساوی داره، بازار شلوغی داره، سلرها رو قیمتاشون وای میستن، دیسکانت های زیادی نمیدن. به هر حال اگر بایر هستید سعی کنید که در واقع حالا اگر هم دیسکانت زیادی نگرفتید اما توجه داشته باشید که به صورت لانگ ترم برای شما خواهید بود. برای سلرها در واقع سعی کنید که یک پرایس خوب بذارید تا بتونید مالتیپل آفر بگیرید. جالبه که در مارکام هنوز ما مالتیپل آفر میبینیم و خوب هم بتونید پرزنتش کنید. در منطقه مارکام دیتچ اگر دارید موقع فروشش می و جون هست، به خاطر اینکه پیک اون زمان هست. بایرها جنوری و مارچ، نوامبر و دسامبر. تاون هاوس سمی دیتچ سلر اگر هستید اپریل و می، بایر هستید جولای آگوست. کاندوها سلر هستید مارچ و می، بایر هستید فوریه و دسامبر. به طور کلی عرض کنم اگر فروشنده هستید اپریل و جون، سپتامبر و اکتبر بهترین زمان هست. اگر بایر هستید جنوری و مارچ، جولای آگوست، نوامبر و دسامبر. اگر بایر هستید در واقع سعی کنید اگر دنبال خونه دیتچ هستید اون پری اپرووال حتما بگیرید. کاندو در وان و ریچموند هیل بست ولیو اونجا دنبالش بچرخید و اگر هم دنبال این که خونه در واقع فامیلی میخواین، من فکر کنم نیو مارکت و آرا موقعیت خوبی باشه. اگر سلر هستید سعی کنید که قیمت گذاری خوبی انجام بدید، اون موقعی لیست کنید که مارکت سلر مارکت هست، یعنی نه سلر مارکت یعنی موقع پیک فروش هست. دیتچ هاوس ها هنوز در واقع موقعیت خوبی داره. در سال 2026 هم سعی کنید بهترین زمان در واقع لیستش کنید. به طور کلی و دوباره تارگت در واقع بایرها موقعی که آف پیک هست دنبال خرید برن، دنبال کاندو و تاون هاوس برن. برای سلرها زودتر به فکر لیست کردن حدود مارچ باشید، مارچ تا اپریل باشید. در مورد اینترست ریت به عقیده من در واقع تا 6 ماه اول همون 2.25 باقی میمونه. البته امیدوارم حدسم درست باشه. من احتمال خیلی کمی میدم شاید 2.25 بره بالا با این وضع اقتصادی که الان ما میبینیم. شاید اگر بره بالا 6 ماه دوم بره بالا یا زمستون سال بعد، اونم نه اونقدر زیاد، ماکسیموم تا 2.75. امیدوارم که ویدیوی من سودمند باشه. من یه مقداری تون اسلایدها رو رفتم، ولی هر کجا رو که شما دوست داشته باشید میتونید پاز کنید، بزرگش کنید و اون اعداد و نمودارا رو بررسی کنید. به هر حال توی وقت 15 دقیقه همینه. من سعی میکنم یه ویدیو دیگه برای تورنتو در واقع مثلا همین آماده کنم، ویدیو بعدی من. به هر حال دوست داشتید لایک بفرمایید، ویدیوهای منو در اینستاگرام فالو کنید. مجدد این سال جدید رو من به شما تبریک عرض میکنم. امیدوارم سال خوب، سلامت، موفقیت و شادی برای شما و عزیزانتون باشه. اگر سوالی بود حتما به من زنگ بزنید. شماره تماس من 416-720-8773. امیدوارم سال 2026 هر چیزی که از خدا میخواین نصیبتون بشه، روزگار خوبی داشته باشید و ایام به کامتون باشه. خدا نگهدارتون.